سلام دوستای گلم، امروز باهاتون هستم با آموزش ساخت رژ لب ارگانیک که بتونید تو خونه خودتون درست کنید. برای ساخت این رژ لب که یک قالب 6 تایی من در نظر گرفتم، 6 تا رژ، نیاز داریم به 9 گرم موم پرک یا همون موم زنبور عسل که خیلی خاصیت خوبی داره برای لب و نرم و صاف میکنه و مانع از پوست شدن لب میشه. کره کاکائو 9 گرم که این کره هم خیلی مفیده برای لب. موم کارناوا 6 گرم هم برای صفر شدن رژ لب به کار میره. روغن نارگیل 3 گرم که سعی کنید روغن نارگیل رو خیلی زیاد نریزید. همون اینجا من 3/10 رو کم کردم، حالا اینجا نیست. رنگ پودری معدنی به ازای هر رژ تقریبا 6 استفاده میکنم. بعضی وقتا 8 هم میتونید استفاده کنید که 3 و 6 رنگ استفاده کردم و روغن گرچک که برای مخلوط کردن با این رنگ. بچه‌ها این رنگ به فاقد سرب و هیچ ماده شیمیایی داخلش نیست، کاملا با روغن گرچک. روغن گرچک هم انقدر اضافه میکنید که حالت خمیری شل داشته باشه، نه خیلی شل نه خیلی سفت. کاملا به مدت 5 دقیقه هم میزنیم کامل که با هم مخلوط شدن رنگ و روغن. جدا از این مخلوط ما میایم روغن نارگیل رو با موم پرک، کره کاکائو داخل یک بشر میریزیم. کره کارناوامون هم بهش اضافه میکنیم همونطور که میبینید. خب اونم که اضافه کردیم موادمون رو میذاریم تا کاملا بنماری بشه. هیچ وقت مستقیم روی آتیش نذارید، همینجوری روی بخار آب بنماریش کنید که 5-6 دقیقه طول میکشه. کامل که بنماری شد به این صورت اضافه میکنیم به مواد مخلوط رنگمون، دوباره هم میزنیم و میذاریم تا دوباره 5 دقیقه بنماری بشه و بعد اینکه اینو برداشتیم، بعد اینکه برداشتیم 6 قطره بهش ویتامین ای اضافه میکنیم. خب حالا مایه‌مون آماده است و داخل قالب میریزیم. قالب رو قبل اینکه مایه رو داخلش بریزیم 5 دقیقه میذاریم یخچال تا سرد بشه. اینجوری قالب گیری خیلی راحت تر میشه و نیاز نداریم که داخلش روغن نارگیل بزنیم، چون فکر میکنم روغن نارگیل باعث سفیدک زدن رژ میشه. البته مشکلی نداره ها، ولی از نظر زیبایی شکم قشنگ نیست. خب حالا دوباره 20 دقیقه گذاشتیم یخچال و این خودشو گرفت و حالا شروع میکنیم به پوکه زدن که قسمت شیرین و قشنگ کار همین پوکه زدنه. دوستای گلم این رژ لب ها کاملا طبیعی و ارگانیکه، بدون سرب و مواد شیمیاییه. حتی بچه ها و خانم های باردار هم میتونن ازش استفاده کنن. رنگ هاشو به دلخواه میتونید خودتون انتخاب کنید و واقعا استفاده از این رژ لب‌ها به سلامتی خودمون خیلی کمک میکنه. میدونیم که جنسایی که تو بازار هستن همه از چین میان و هیچ تضمینی برای سلامتی ندارن. بچه‌ها امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. لایک کنید، حتما سابسکرایب کنید، چون میخوام که تو ویدیوی بعدی حتما رژ لب مایه که همه خیلی دوست دارن و آموزشش رو براتون بذارم. بعد موادش هم که تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم چجوری تهیه کنید که میتونید از خود منم تهیه کنید. اگه نظری داشتید، اگه آموزش خاصی مد نظرتونه، حتما برام کامنت کنید. اینم از نتیجه کار خوشگلمون. رنگش رو میبینید چقدر قشنگه. منتظر کامنت های خوب شما هستم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.